سلام بچه‌ها، امروز اومدیم اون مراحل آخر روی پشت بوم گرانبر زامبیا رو بریم. توی حالت اول یکم قرار طول بکشه، این که نه عادت کردم همیشه لوبیا رو اول از همه بیاریم. ای خدا، خب حالا اشکالی نداره، یک کاتی میکنم تا دیگه حوصلتون سر نره و این گیاه ها رو بچینم. آقا سلام، صدا زیادی کمه، دارم کم و زیاد میکنم، ببخشید. و اینکه واقعا بازی خوبیه و اون دوتا قارچی که میبینید من آوردم اون ته، دیگه حوصله نداشتم وسیله دیگه بیارم، فکر کنم نیم ساعت و دیگه همین رو آوردم دیگه. بزرگوارای خودتون ببخشید و خدا رو شکر یه ردیف فقط میتونم کاهو بذارم که دو ردیفش رو همیشه من گیاهان چی میذارم؟ گل آفتابگردون میذارم. یه زامبی دیگه هم داره میاد و همین دیگه. خلاصه که اینو میذاریم اینجا و واقعا بازی قشنگیه، یعنی هیچ وقت ازش خسته نمیشیم. یعنی من الان اگه این قسمتش رو تموم کنم، کلا این حالت رو تموم کنم، یه چی دیگه هم میمونه. و بعضی از زامبیا واقعا سگجونن، مثل همینی که الان کشتیم. خداییش هم آهنگ قشنگی داره، حتی خب فکر کنم کپی رایت بخوره، بذار آهنگشو کم کنم. خب و زیادی کمه. و اینکه بازی قشنگی، حتما نصبش کنیم. من کل بچگیم وقتی خیلی کوچیک بودم و با این بازی گذروندم، واقعا خیلی حال کردم باش. ردیف اولی که چیدم الان باید گلدونم بذارم برای ذرت واقعا چیز خیلی خوبیه توی بازی، تو این کره پرت میکنه. و اینکه همین دیگه. خداییش من این بازی رو چند وقتی هست هنوزم داشتم بازی میکردم، وقتی که برقا میرفت تقریبا ساعت بکنم 5 و اینا برق میرفت، فکر کنم یادم رفته کلا. و حالا دیگه بزرگی خودتون ببخشین. اوه اینا اومدن. اولی خدا رو شکر ذرت فهمید کره پرت کرد. گیاه مورد علاقه من همون لوبیا است که رگباری میزنه، 4 تاییه. خیلی بازی خوبیه. من واقعا کارمو تازه شروع کردم تو یوتیوب. یه بچه سالم که دربارش ویدیو درست کردم هی داره هیت میده، یه هیتر بیشور احمقه. حالا بیخیال این چیزا، با آرامش بازیمونو بکنیم و به آدمایی که تو زندگیمون مثل اون هیتر احمقن توجه خاصی نکنیم. حالا اینقدر بیکاره میاد ویدیو منو میبینه، فشار میخوره، چون 100% خودش ویدیو منو میبینه. و یعنی که اون زیر اون ویدیو جدیدی که چیزی که دربارش نوشتم بچه سال بس کن، نمینوشت تعداد سابات کم نبود، یعنی کم بود، کمتر نمیشه. این زامبی نردبونی ها خیلی رو اعصابن. من عینا میذارم بره روش، نه نرفت رو این دیگه باید بره. احمقی هم که بیل زدن به اون
وای به فنا رفتم. متاسفانه باید این کارو میکردم دیگه. خواهده یه ردیف دیگه هم باید بذارم. اینا به فنا میدم ما رو. یه ویدیو هم قراره بذارم برای کسایی که انگلیسی خیلی خوب بلد نیستن، حوصله ندارم مترجم استفاده بکنم، که چجوری با همین ذرت هایی که میبینین اون ذرت گنده که موشک پرت میکرد و بسازیم. ترکیبیه. یه مودی هم اومده داخل نسخه کامپیوتر همین بازی، نسخه فیوژن ترکیبی. من چرا اینو گذاشتم؟ و خداییش بازی قشنگه. داخل حالت فیوژنش هم خیلی گیاهای جدید اضافه کردن. اینم میدونم خوابه، همین گذاشتم به عنوان سپر. حتما بازیه رو بازی کنین. اگه تا حالا بازی نکردین اینو 100% بچگی خوبی نداشتین. اینو که کره پرت میکنن خیلی خوبن. من 2 ردیف ازشون گذاشتم، بیشتر کره داریم. حالا این ماشین تولید کره است یا چیه من نمیدونم، ولی احساس میکنم تعداد دمیجی که به زامبیا میده خیلی کمه و در واقع اصلا دمیج زیادی بهشون نمیده. من چند تا مرحله رو داخل این ویدیو میرم و تو یه ویدیو دیگه، البته ویدیو دیگه هم که نه، شاید تو همین ویدیو تا مرحله آخرش رو رفتم. نزدیک بود چیز بزنم، که تنبل بزنم بشون. چرا من بهم میگم کدو تنبله؟ من نمیدونم این ذرت چجوری کره درست میکنه. دستگاه کره سازی داخل خودش جا داده. باحالی. یا البته حواسم نمیست. بدبخت شدم. یکم ساکت موندم، ببخشید. یکی از کارهایی که ما باید برای کاپ گرفتن انجام بدیم اینه که تعداد خورشیده‌ای که داریم رو به 8000 تا برسونیم. فاز سازنده چی بوده من نمیدونم. تو این مرحله قرار خیلی سختی بکشیم، اما ما از اینا داریم. یه دونه قهوه است که میتونه چی کنه؟ مثلا شو اگه روی قارچا اینو بذاریم، دونه قهوه بیدارشون میکنه خواب. طبق چیزی که دیدین اینو من گذاشته بودم خواب بود و این کاری که الان میخوام بکنم کار خوبیه، خفنیه. خب ببینید الان این خوبه هانا. قارچا به نظر من بیشتر به حیوونا نزدیک ترن تا گیاها. الان دیگه دوم بذاریم. دوم بخونم میارم یه چی نیام. راستی گلدون نذاشتم.
و 10 دقیقه دارم رکورد میکنم. دقیقا 10 دقیقه و 8 ثانیه. فکر کنم خودتون اون بالا میبینید. از این انصدا میدونم چقدر دیر گذاشتم احساس میکنم. این قرار فکر کنم گاز بگیره اینو بخوره. احتمالش زیاده چون دیر گذاشتمش. و بچه من گفتم احتمال داری که داخل همین قسمت تا قول مرحله آخرش بریم. احتمال ولی امکان داره من بعد این حوصله‌ام سر بره و خستم بشه و ویدیو رو قطع کنم. همیشه عادت کردم از بچگی اینا رو به ترتیب بذارم. چرا شو نپرسید حسین آرام توضیح بدم. میدونم مثلا چرایی نگفتین ولی اوکی. میخوام اینو تبدیل کنم به زیری که چیزی زیر اون قاچه هست. میخوام تبدیلش کنم به همون. خیلی خوب دمیج میده. بفرما به همین راحتی تونست بکنش. زیر لب داشتم آهنگ رو میخوندم. نسخه تقریبا فکر کنم روسی شده همین آهنگه. نه 167,000 تا پول این قارچه رو دادم دیگه. خراب بشه به فنا میرم. اگه زامبیا وسط این دوتا رد بشن پارن. همچنین اگه به این دو ردیف حمله کنن من پارم. و خوبه حله. الان همین چیو من با این یه کاری که الان حل کردم. وای چقدر زامبی داره از این دو ردیفه میاد. فهمیدم من به فنا میرم. بخور تا اینجا بیای که پاره ای بدبخت. یا الان یه گوزی از خودش ول میده تو هم به فنا میری. خدایش خیلی گیاه قویه. دمیج خیلی خوبی میده.
زیادی حرف نزدم، خواستم ویدیو رو فقط نگاه کنم. من قبلا یعنی اوایلی که ویدیو درست میکردم اصلا روم نمیشد حرف بزنم. اما دارم بلبل حرف بزنم، هیچ احساس بدی هم ندارم، ولی هی احساس میکنم تنهایی دارم بازی میکنم و این ویدیو رکورد نمیشه. دلیل ساکت بودن هم همینه. لطفا تو کامنت هایی که اصلا قرار نیست کامنت بذارین، مطمئنم کامنتی نمیذارین، پارم نمیکنه، پارم نکنه. این بدبخت دارن از این وسط رد میشن، نمیتونن هیچ کاری بکنن. به نظرتون اگه 2 ردیف از همین قارچه که از این از اینجا و وای بدبخت شدم، پاره میشم الان. این پارم میکنه، این پارم میکنه، این پارم میکنه. چقدر سریع گذاشتم و قارچه رو. نه خوبه، ماسکش خورده دمش خورده، حله فعلا حله، چون هی داره کره پرت میکنه. خوبه. و احساس میکنم ذرته میبینه یه نفر قوی داره میاد سراغش تا پارش کنه، قوی تر میشه. احساس میکنم انرژی میگیره، کره هی پرت میکنه. و اینکه واقعا بازی خوبیه. 753 بار رو گفتم میدونم، ولی بازم میگم یه لحظه. هیچ کس نمیتونه حتی اینو گازم بگیره. خب گندگوزی کردم میتونه گاز بگیره. وای داره وسط میاد، پاره است. وای 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 وای. نردبونیاش خیلی رو مخن. زورفن که هی دارن کره پرت میکنن، زامبیا رو به فنا دادن، هی دم و دقیقه میستن. خودم زامبیا چون اسکولن هی کره میخوره تو کلشون میستن. آخه بچه ها هم وقتی خیلی کوچیکن یه پنیر پیتزا حالا باید پرت کنیم بهشون، این کره است. فرض کنیم اونم باید کره بهشون پرت کنیم. وقتی به بچه ها هم یه پنیر پیتزا پرت میکنیم گریهشون خونسا میشه، اصلا حرفی نمیزنن، ساکت میمونن. داره وسط میاد پارس. بیا هم هیچی نشده، ماسکش شکست. کاش کدو تنبل میآوردم، خیلی نیاز نبود ذرت زیادی بذارم، ولی همین ذرت هم خیلی خوب داره عمل میکنه. کره بنداز. چش خوردی بدبخت، ازت کلی تعریف کردم. جدی چش خورده کره نمی آها بهش برخورد. یو ابوالفضل 2000 تا خورشید دارم، چه خبره؟ لطفا به کانال اون بچه ساله خیلی سر نزنه. برش هی بهش میگم بچه سال، چون که باب اسفنجی ویدیو میذاره. این هم برای وای رید تو کل
وضعیت ما خوریده اما وای خدا لعنت به اون زامبی ها. الان اینم خب کوف میکنه. اما وای به فنا رفتم. اصلا چیز دیگه ای بگم. اما بمیر دیگه، ماسک هم که نداری. فوتبال آمریکایی بیشترش فقط جر و بحث و دعواه تا مثلا فوتبال و اینا. البته من فوتبال عادی هم بدم میاد. سلام دیو، نمیدونم چی میگی. خب الان چیکار کنم؟ آهنگ این قسمتش خیلی باله. تنها روش سکی گرفتن همینه. کود از کجا بگیرم؟ ای خب دیو تو که کود داری، یه دونه مجانی بده، به گیاهاتم میرسم من. ها وقتی هندونه میاد این یارو قوله هم میاد، به فنا میره کلا. و ایهی آره چیکار کنم؟ یه کدو دادی به من؟ معلوم با این گلدون چیکار کنم؟ خوب حل آقا این تا برسه بود خوردتش. بدینو بخوره سوزی کشاب میگم. اما خب من الان یه بدجا گذاشتم. سپرایز این مرحله فکر کنم فقط باید با این چیزا پیش بریم. خود بده دیگه اونو، چرا میجویی؟ دندونه که دندونه حاج آقا خدا رو شکر تیزه. چجوری نمیتونه کوف کنی یا الان؟ بخور. این مرحله کلا فقط با گلدون و اینا با پیش بریم. آقا چرا اینجا میزنی؟ توی زندگی این کدوها خیلی چیز به درد بخوریم. قورت بده و سگ مستبو. چه چجوری؟ ها دو تا اتفاق بیش از حد کمیاب افتاد. کوف و انو
اینا رو مخصوص ایناست. وای پر شدم اینا رو چرا؟ ها خب گلدون بذارم رو گلدونی که روش کدوه. چرا اینجوری اینا میخورم؟ چقدر سریع احساس کنم داره میخوره. هفت ساعته ای داره میخوره خود قورت بده دیگه. یعنی اگه کدو تنبلا رو نمیداد تا الان باخته بودیم. اما خب بیا ای کاش میشه روی گلدون کدو گذاشت و داخل کدو گلدون گذاشت و روی اون گلدونه یه کدو گذاشت و روی اون کدو یه گلدون گذاشت و این روند رو هی ادامه بدیم تا بمیره. اما یه سیر خیلی خفن رو گرفتیم که خیلی هم زود متاسفانه خراب میشه. و اینکه دیگه بچه خداییش خسته شدم دیگه. تا ویدیو بعدی خداحافظ.